سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. رفقا من یه مود زدم که توش اینجا الان حیات وحشه و ما وقتی سروایو باید دووم میاریم از اینها و اینکه مثلا اونجا مار هستش ببینید. بعد ما باید از دست اینها دووم میاریم، چند دقیقه میتونیم دووم بیاریم، بعدش کریتیو میکنیم و ببینیم چی میشه. بچه ها حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، تازه شروع به فعالیت کردم در یوتیوب. بعد اینکه از شما خواهش دارم که ویدیوی من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و من انرژی بدید. دم شما گرم، عشق من. وای چطور رو من میرسه؟ وای چه سرعتی داره کو. من اینجا کنم. آره ببین اون سبزه رو ببینین پایین اون گوشتا، اون سمیه که من وارد کرده و من فکر کنم آره دیگه جونم میذارم سمش رفت. و بله خب بچه کریتیو کنیم، من ایسته دیگه هم بهتون نشون بدم. لحظه باسی. این مود واقعا قشنگه مخصوصا تو سروایور. حالا بیاین با هم دیگه اینا رو تست کنیم ببینیم چیه. یه ویدیو هم دیگه آپلود میکنم بعد این ویدیو، حتما برید اونم نگاه کنید. یه حیوان شانسیه وقتی اونو میزنیم، یه حیوان عجیب غریبه وقتی اونو میزنیم وسایل و آیتمای عجیب غریبی به ما میده. الان من سروایور بودم این دهن منو سرویس میکرده، دهن سرویس. خب بچه بریم یه جای خلوت بهتون نشون بدم. صبر کنید. یه ویلیجره کنم، ویلیجره این داشت واسه برادر هلو. خب بذار بزنم ببین این چیه. یا ابوالفضل بچه این ماد دایناسور هاست. من خواستم ویدیوشو واسهتون بذارم. دایناسور و مثلا حیوانات وحشی، آبزی، ترمیسال و هرچی حیوانای خوب که تو مایکرافت پیدا نمیشه. مثلا یه دونه فقط دراگون هست از نسل اژدها و چیزا. بخوام کوسه است نه؟ اصلا نگاه کنم آره این کوسه است. این چیه؟ فکر کنم پلنگی چیزی باشه. چرا بزرگه؟ سب کنم آره. چه کش به ترتیب تست میکردی. اینو زدی، اینم زدی، اینم زدی، اینم بزنی. بچه حتما خواهشم از شما اینه، اینم کوسه است. حتما چنل من این داره بندری میرقصه داداش. حالت خوبه عشق من ستون. آره خواهشم از شما اینه، فقط چنل من رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید، عشق منید. بچه ها ایزارم این ویدیو بی کیفیته به خاطر اینی که من دارم با گوشی پلی میدم، دیوایس هم ضعیفه، آسفتوه. بعد به خاطر اون رو فقط اینم ببر دهن ویلیجر سرویس. خاطر اون بچه ایزار کیفیت ویدیو پایین میشه. با کمک شما میتونم این کار رو انجام بدم و برم یه دونه پی سی، یه سیستمی واسه خودم بگیرم واسه شما بهتر ویدیو بذارم. بچه خیلی کارها رو نمیشه تو دیوایس انجام داد. مثلا پورتال مثلا رنگی نمیشه تو گوشی. خب شما اگه من کمک کنی من بتونم این سیستم بگیرم واسه تو ویدیو با کیفیت تر بذارم، ازتون ممنون میشم. نور گوشی رو زیاد کنم. این بچه‌ها خودتون هم میتونید مشاهده کنید، دیوایسم ضعیفه، شارژ گوشی هم کرده. خب چیه این؟ ماهیه؟ یا ابوالفضل چرا انقدر کوچولو این بزرگه؟ الله اکبر. اینا فعلا همشون چیز بودن، آبزی بودن. آره اینم چیزه، اینو بزنی. یا ابوالفضل من کریتیو بودم اینا دهن من سرویس میکردم. چیز سروایور بودم من دهن من سرویس میکردم. سروایور کنم حمله میکنه به من. چرا من حمله نمیکنه؟ بودم این رو بزنمش. بسته یه دونه بزنمش اینو حمله میکنه. بسته بیا اینجا. همه تخم دست نمیتونم بزنم. نه من حمله نمیکنه، نمیدونم چرا دیگه. خب بذار کریتیوش کنیم، بقیه رو تست کنیم واسه تون. تایم ویدیو رو من یه چک بزنم. خب
حالا دوباره اینجا چرا دقیقا از کدوم تست کردیم شما یادتونه؟ ببینم تا اینجا تست کردیم دیگه. بذار آره تا همینجا. خب بقیه‌اش هم تست کنیم ببینیم چی بشه. بچه ها من حالا ایده های زیادی واسه ویدیو گذاشتن ندارم، چند تا ایده به من بدید من واسه تو ویدیو رو آپلود کنم. عشق من بابا اینا همه آبزیان که نهنگه این چیه این؟ آره نهنگه. چون شبم شد دید سخته فکر کنم نتونیم ببینیم. حالا اینو من بزنم ببینم چیه. ببره این کوسه است. آره چیه؟ ویلیجر بود. این چیه بچه؟ شبیه ویلیجر ولی میدوه ویلیجر. نمیدونم یا اول پس این چیه؟ یا نهنگه. یکی کوچولو در میاد یکی بزرگ. منطقی. این چیه رفقا؟ یا حسین یا ابوالفضل حاجی وای برگام زامبی رو زد درجا ترکون. الله اکبر چه قدرتی داره این ترسناکه. ببینم بقیه هم بزنم واسه تون. چیه این؟ چرا استیبه؟ حاجی ابوالفضل حاجی استیبه. استیبم جز به حیوانات وحشیه. درست کاملا درست. دو دقیقه واسه من تو رو ببینم داداش. یه دسته ها چه میزان استیبه. بذار چه مودو من تو ویدیو همین دارم تست میکنم قبلش تست نکرده بودم. چه خیلی خوبه. خب یه استیب هم درست کردیم ماشاءالله دممون گرم. خب بعد بچه‌ها من بعد این ویدیو میخوام همون ویدیویی که گفتم آپلود کنم. حالا توی این 2 روز 6 تا اینا ویدیو آپلود کردم. میخوام فعالیت خوبی داشته باشیم توی چنل. بعد حالا بعدش ویدیوهای دیگه هم آپلود میکنیم. بچه‌ها ایده بدید دیگه. ایده بدید در مورد آپلود ویدیو. عشق منی این چیکار میکنه؟ یه چنل بره بالا یه ادیتور هم میگیرم ادیتای خوب بزنه قشنگ کات کنه. بچه ادیتایی که من میزنم خب یه ذره ضعیفه و اینم طول میکشه. خب ادیتا برازنده شما نیست. باید ادیتای بالاتری واسه شما بذارم. آجی این چیه؟ نهنگ آجی. این مپ دیگه به درد نمیخوره. الله اکبر آجی خیلی ماده خوبیه خدا وکیلی. این چیه؟ همشون بیشترشون شبیه همن کوسه ها. فرقی نمیکنه. این شبیه همن کوسه ها. این چی بکنم؟ نه این چی بود اسم این؟ تو کامنت ها بهم بگید. ابوالفضل این درش قاره. بذار بریم توش. بابا حالا هوای خوبی داره. خب بذارم این چی؟ آینمونه آجی اصلا شب دیده نمیشه. روز بشه ببینیم حداقل چی به چیه. چون چیز خاصی هم زیاد نیست. همشون شبیه همن. ببینید رنگ چینا فرق میکنه. میکنم مارماهیه یا نمیدونم. اون این چیه؟ این مجسمه است. این حیوان نیست مجسمه است. از این مجسمه است میزنی توی خونه و اینا. حالا بذار بچه‌ها من با یکی هم همکاری میکنم تو یوتیوب. اونم تازه چنل زده. چنلش رو میذارم واسهتون تو کپشن یا تو کامنت ها. چنلش رو واسهتون میذارم. اونم دنبال کنید. دمتون گرم. بعد اینکه واقعا عشقی تو این روزهای سخت آدم رو کمک میکنید. بچه بعضی هم میان هیت میدم. مثلا من گذاشته بودم قرعه کشی داریم بگین استقلال پرسپولیس هر تیمی که بیشتر کامنت ها بردون برنده است. بعد حالا به این نمونه قرعه کشی میشه. یکی مثلا 500,000 تومان میبره. بعد یکی اومده بود نوشته بود استقلال پرسپولیس ننت. خب مامانت. بعد بچه واقعا من نمیدونم به اینجور آدم ها چی بگم. فکر میکنم مثلا خودشون فقط بردن فوش بدم. مثلا چی بگم بهتون. خلاصه فرهنگ خودشون نشون میدن رفقا. و منم اصلا دنبال شریان نیستم. اصلا باشم نمیتونم. خب اصلا دوست دارم حواشی ایجاد کنم.
اول کار یوتیوب هم مثلا بیام بگن آقا این بهش فلانی بهش فوش داد، سریع واکنششون داد، فوش دادش. بچه هممون الان بلدیم خب توهین کنیم، ولی بستی که به شخصیت فرد داره که این یارو فکر نکنم شخصیتی داشته باشه. حالا خودش هم شاید ویدیو هم ببینه میدونه. امیدوارم خجالت بکشه از کارش. اون جواب ندادن من 100 تا فوشه واسش. ببینم یا ابوالفضل این چیه؟ آی یا علی ابوالفضل آجی خیلی ماده قشنگه. بچه مادم خواستیم بگم از کجا دانلود میکنید تو کامنت ها واسهتون میگم. اسم برنامهش رو میذارم، خیلی احتمال زیاد دارن برنامهش رو. خب بعد من اینو با چیز گرفتم، با سکه پول دادم، با سکه گرفتم چون این ماده خفنی بود. یا علی چی بود احساس کنم حاجی چیه این؟ یه لحظه حاجی دایناسوره. از اینجا بعد کنم دایناسور بشن. تا جمع کوسه و اینا بودن، تا اینجا بعد کنم دایناسوری چیزی بشن. حاجی خیلی این مپ شروع شده. زن بریم اونورتر حیوانات رو تست کنیم ببینیم کی به کیه. بچه این زنم صدام گرفته من مریض شدم واقعا ازتون عذر میخوام. بعد بذار اینجا تست کنیم ببینیم. باز سرمای شدیدی خوردم، دماغم اینا همه کیپ شد. خب واقعا بازم عذر میخوام. حاجی اینم دایناسوره. به همش گوشت. خب این چی بود؟ چی بود این؟ حاجی قشنگ زامبیا رو میزنن ده منشون سرویس کنن. این مادو داشته باشین ها کار زامبیا تمام. دیدی دایناسور رفت زامبیا رو ترکون. اینم اینو خود درگیری دارن. خب چند تا دیگه چیز مونده حیوانی همون تخم. بذار از کجا زدیم بچه؟ تا این آبیه زدیم، اینو نزدیم، اینو نزدیم، اینو زدیم یا نه؟ این بچه خیلی قاطی پاتی شد. بزنیم ببینیم چی میشه. خب ببینم چند تا دیگه مونده بچه. کم مونده، 10 تا اینا مونده. سریع اینا رو با هم تست کنیم و دیگه توضیح نمیدم در موردشون. این که ماره تایم ویدیو زیاد شد بچه، ببخشید اگه کلافه کننده شد ویدیو. این چی بود؟ یه لحظه واسه داشت. اینم همش شبیه همه. یا این شیر نره فکر کنم، نمیدونم یا ببره یا شیره یا یوسفلنگه چه میدونم. یا ابوالفضل اینا جنگ جهانی شد بریم اونور. خب این چی بود؟ این اون چی بود؟ دایناسور معروف بود ها. چون زیاد علاقه به این دایناسور اینو ندارم، اسمش رو زیاد بلد نیستم. اگه اسم اینو میدونید تیرکس بود، اینجور چیزا بود. آره تیرکس فکر کنم. بعد و اونایی که تو کامنت ها به من انرژی میدن واقعا دمشون گرم. مثلا چند نفر اومدن عالی داشت ادامه بده، واقعا ازشون ممنونم. حتما به جایی رسیدم بهشون کمک میکنم تا توانی که دارم. و اینکه هیترم که واسه خودشون هیترن دیگه. بابا سلام داشت خواهره. خب بچه اسم اینو تو کامنت ها به من بگی، من خودم میدونم. خب اسم اینو تو کامنت ها ببینم چند نفر اسم اینو میدونن. خب اینم باب اینو زدیم نه؟ آره خب بذار چیز کنیم بقیه هم بزنیم و ویدیو رو تموم کنیم بچه. ببخشید اگه کلافه کننده شد. خب اینقدر مون دیگه سریع بزنیم. اینا میخوام زامبی چیزی باشه، نمیدونم دقیق. خب بچه اسم این مادم حتما میذارم واسه تو، خیلی هم ممکنه داشته باشن. اسم برنامه‌ش هم میذارم. برنامه‌شو بیشترتون دارین خب، ولی کسایی که ندارن میذارم دانلود کنن. این چیه؟ این فکر کنم تیرکس. آره اون تیرکس نبود، نمیدونم اسم دایناسورا رو دقیق نمیدونم. شما هر کدوم میدونین بگی. دیدم که خرسه داشون وحشیه. این چیه؟ آها این اسب آبی. آره اسب آبی. چی بود؟ یعنی گوز کوچولی چیزی بود، یعنی که یه جور مارماننده. فیله؟ نه اینم دایناسوره. خب بچه چنل من اسمش MRN underline
2029. حالا میخوام عوض کنم بذارم آیرون. حالا امو آیرونی نمیدونم آیرون مایکرافت چیزی میذارم. بچه اون چنلی هم که گفتم رفیقم تازه چیز کرده درست کرده اونو دنبال کنین. میخوایم با هم همکاری کنیم ویدیوهای خفن بدیم بیرون. بذار ببینم نمیره پا. بچه ببینید دیوایس خیلی ضعیف هستن. سار یه هر کدوم از این تخما و این حیوونا رو جا انداختم واقعا عذر میخوام بچه. واقعا خیلی شلوغ بلوغه نمیشه همش رو تست کرد. خب بچه اینم لیست آخر حیوانات ببینیم چی به چیه. این خرس بود. این چیه؟ این ماهی کوچولو فکر کنم هر چقدر میره بزرگتر. خب این چیه؟ این شیره. بالاخره یه شیر دیدیم. خب اینم که چیه؟ خدا کوس است. بچه این بعضی هاشون خیلی شبیه همه. من از این کوسات اول ویدیو یه عالمه دیدیم. اینم بوفالوی چیزیه فکر کنم. اینم یوز پلنگه. این فیله بچه. و آخری ویدیو رو حتما لایک کنید. عشق من تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید بچه. تو شورت ویدیو هم اینم حیوان آخری. تو شورت ویدیو هم چیز داریم، قرعه کشی داریم. نگاه کنید تیم مورد علاقتون رو بگید. هر تیمی که سایدش برنده شد، تیمش برنده شد، از بین اون قرعه کشی بشه. جایزه 500,000 تومانی داره در صورتی که اون لایک های اون شورت ویدیو و این ویدیو بالای 500 تا بشه. بعد بچه وقتی تیم مورد علاقتون رو می‌نویسین حتما آیدی تلگرامتون هم کنارش بنویسین تا من بتونم بیام تلگرام و بهتون پیام بدم و جایزتون رو دریافت کنید. عشق منید. خداحافظ.